أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وأزواجه داعين إلى صراط مستقيم اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادرای اسلامی و مؤمنین خدا، همتون به خانه خدا خوش آمده. خداوند ما و شما را برای راست هدایت کنه. پروردگار برای ما و شما توفیق بندگی، هدایت کامل، رهایی از آفت و بلا، برکت در روزگار نصیب روزی کنه. اینجا آرامی ما را خدا زیاد گردانه. پروردگار عاقبت کار ما و شما را به خیر، ایمان ما را به سلامت گردانه. سلسله بحث ما و شما درباره حدیث های گوهربار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم درباره جنازه یا جنایزه میگن. بحث ما به همین جا رسید که عایشه مادرمان حدیث روایت میکنن. قالت، گفتن، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ما من میت یصلی علیه امة من المسلمین یبلغون 100 كلهم یشفعون له الا شفعوا فیه. پیامبر فرمودند که هر آن مرده مسلمانی که در او امت من نماز جنازه میخوانند که اندازه امت من به 100 نفر میرسن، همین 100 نفر جنازه خان همین مرده را شفاعت میکنن روز قیامت، مگر که منم شفاعتش میکنم. حدیث امام مسلم روایت کرده است. یعنی که همین قدر تعداد زیاد باشه، همون قدر مرده در رحمت خدا زیادتر میرسید است. امام طبرانی حدیث روایت میکنن از حضرت عبدالله ابن عمر از جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم. جناب پیغمبر فرمودند ما من رجل یصلی علیه 100 الا غفر الله له. هر آن مرد مسلمانی که 100 مسلمان نماز جنازه او را میخوانه، پروردگار گناه او را میبخشه. و عن الحکم ابن فروخ قال صلى بنا ابو ملیح علی جنازه. حکم ابن فروخ روایت میکند که با همراهی ما ابی ملیح در یک جنازه خواند. فظننا انه قد کبر. ما گمان بردیم مایان که در همون شأن ابو ملیح که او هم با همراهی ما چکار کرد؟ تکبیر گفت. فاقبل علینا بوجهه، الله اکبر گفت و بر رویش را به سوی ما بازگردان گفت اقیموا صفوفکم. تکبیر گفت و ما را گفت که صفاتان را راست گیرید. ولتحسن شفاعتکم، مقصد شفاعتاتان، یعنی که شفاعتاتان یعنی کمکاتان نیک کنی. گفت ابو ملیح حدثنی عبدالله عن احدى امهات المؤمنین. عبدالله ابن عمرو ابن عاص برای ما حدیث کرد. یکی از مادرهای مؤمنین خدا، از زنهای پیغمبر حدیث آورد که همون مادرمان میمونه زنی جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود است. گفت است اخبرنی، نبی ما را خبر داد پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت ما من میت یصلی علیه امة من الناس الا شفعوا فیه. هر آن مرده مسلمان ده که 100 مسلمان جنازش میخوانه یا مسلمانای زیاد، مگر برای او شفاعت کرده می شود. فسألت ابا ملیحین، ما از ابو ملیح پرسیدیم عن الامت، او امت چند باشه؟ گفت 40 نفر. 40 نفر از مسلمان ها. گفت هر کته اینها اگر 40 تا مسلمان جنازه یا مسلمان رو میخونه، برای مسلمان گفت شفاعت کرده می شود. یعنی که هم شفاعت نمازخانه می رسید است و هم شفاعتی جناب پیغمبر. از این نقطه نظر معلوم میشد است که جنازه در همون قدر آدم زیاد بیاید، دلالت از بزرگی همون انسان میکنه که آدم خیلی نزد خدا ده. مقصد چی بوده است؟ نزد خدا ده قرب و منزلتش بلند بوده است. از کریب روایت بوده است که عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما از برای او پسر بچه داشت که از دنیا گذشت. پس گفت یا کریب انظر مجتمع له من الناس. ای کریب نگاه کن چند قدر مردم در این جنازه جمع می شود. گفت خرجت فاذا ناس قد اجتمعوا له. بعد از او گفت منم میبرم هر وقتا که مردم بین که چند قدر جمع می شوند. فخبرتو، پس خبر دادم او را.
پس گفت تقولهم 40. گفتم که 40 نفرن. گفت قلت نعم، تو گفتی همینه؟ گفت بله. قال اخرجو، بروید. با میگم برو آمدیم. پس گفت که عبدالله ابن مسعود که من پیغمبر صلی الله علیه و سلم شنیدم که حضرت گفتن ما من رجل مسلم یموت، هر مرد مسلمان که از دنیا میگذره، فیقوم علی جنازته 40 رجلا، 40 تا مرد مسلمان در جنازش میبیا، لا یشرکون بالله شیئا، و خداوند یگان چیز در خداشناسی کمبودی ندارن مگر اینکه این مرد خدا شفاعت میکنه و برکت این جنازه خانه گناهاشو میبخشه. یعنی معلوم میشه که در جنازه مسلمانای قوی ایمان و قوی اراده اگر همین قدر جمع شوند جنازه را خوانن، همون قدر فضیلتش بلند بود است. از مالک ابن حبیره روایت بود است که گفت سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم، من پیغمبر خدا را شنیدم که حضرت گفتند ما من مسلم یموت فیصلی علیه 3 صفوف من المسلمین الا اوجب، هر آن مسلمانی که از دنیا میگذره 3 صف مسلمان ها برای او نماز میخوانند جنازشه مگر که برای او واجب شد. فکان مالک اذا استقل اهل الجنازه جزاهم 3 صفوف لهذا الحدیث. حضرت میگه گفت که هر وقتا که امام مالک امین ابن حبیره همین خیلی بود که میگفت که اهل جنازه کم باشن 3 صفش کنی، بنابر دلیل همین حدیث. گفت واجب میشوه. چی واجب میشوه؟ گفت وجبت له جنه، پیغمبر گفت برای و جنت واجب میشوه. آدم هم که کم که میشده 3 صف میکرده است. میگفت است که پیغمبر خدا 3 صف گفتن، 3 صف از مسلمانان جنازش خوانن برای او واجب میشوه. خب از حضرت انس ابن مالک روایت بود است که مر بجنازتین، یک جنازه را میگذراندن، فاثنی علیه خیرون، این مردم تعریف کرد که آدمی بزرگ بود. جناب پیغمبر گفت وجبت وجبت وجبت، واجب شد واجب شد واجب شد. و مر بجنازتین فاثنی علیه شرون، یک جنازه را گذراندن که مردم بدش میگو. پیغمبر گفت واجب شد واجب شد واجب شد. بعد از او عمر رضی الله تعالی عنه فداک ابی و امی مر بجنازتین فاثنی علیه خیرون، پدر و مادرم فداد باد، جنازه را که گذراندیم تعریف شد به نیکی، شما گفته که وجبت وجبت وجبت، واجب شد واجب شد واجب شد. جنازه را گذراندن که او را مردم بدیش میگفتن، شما گفته وجبت وجبت وجبت، واجب شد واجب شد واجب شد. پس جناب پیغمبر گفت من اثنیتم علیه خیران وجبت له الجنه، کسی را بعد مردنش به نیکی یاد کردن برای او جنت واجب شد، وقتی کسی را به بدی یاد کردن برای او جهنم نازل شد. انتم شهداء الله فی الارض، امتی من شما شاهدای خدا در زمینه. کسی را به نیکی یاد کردن او جاش جنت ای، کسی را به بدی یاد کردن جاش جهنم ای. حدیث بخاری مسلم روایت کرد. و عنه ان النبی صلی الله علیه و سلم قال ما من مسلم یموت فیشهد له 4 ابیات من جیرانه الادنین انهم لا يعلمون الا خيرا الا قال الله قد قبلت علمكم فيه فغفرت له ما لا تعلمون، رواه ابن حبان فی صحیح. پیامبر گفتن هر آن مسلمانی که از دنیا میگذره برای او 4 خانه همسایش به نیکی یاد میکنن که اونا در شأن اون نمیدونن مگر نیکی را، میگن نه آدم خوب بوده خدا جاش جنت نیکی دیدیم، مگر خدا میگفت است من قبولش کردم به علم شما و معلومات شما، مغفرتش کردم آن چیزی را که دیگر شما نمیدونید. یعنی 4 خانه میگفت آدم نیک است، پس موندهش بخشیده میگفته، پس موندهش اون گناهایی را که شما ملائکه نمیدونید هیچ که نمیدونید او را در عوف خودم قرارش دادم. خوشا به حال آدمی که او را به نیکی یاد کنند، زنده و جاوید مان، هر کی نکنام زیست که از عقیبش ذکر خیر زنده کند نام را. خوشا به حال آدمایی که نیک زندگی کردن، او را میگن که خدا جاش جنت کنه، خدا گورش پر نور کنه، خدا آخرتش آباد کنه. وای بر حال آدمی که او را میگن که خدا گورش درگیرانه، خدا گورش سوزانه، خدا یعنی که لعنتش کنه. وای بر حال آدمی که بعد سرش لعنتش میگن. وای بر حال خوشا به حال آدمی که بعد سرش او را به نیکی یاد میکنه.
امام احمد از شیخی از اهل بصره از ابو هریره رضی الله تعالی عنه از پیغمبر خدا روایت کردند. پیامبر گفتند که پروردگار عزوجل گفت، خداوند بزرگ در حدیث قدسی گفت: ما من عبد مسلم یموت، هر آن بنده مسلمانی که مرد زنی میمیره دنیا میگذره، فیشهد له ثلاثه ابیات من جیرانه الادنین بخیرین، 4 خانه همسایش، یعنی که پس خانهش همسایه و 4 خانه او را به نیکی یاد میکنه، خداوند حق میگفته که قبیل تو شهادت عبادی، بنده ها ما شاهدیشان قبول کردم، الا ما علیمو، هر آن چیزی که در حق مرده میدونستن بخشیدم شه آن چیزی را که خودم میدونم. یعنی که منم بخشیدم بنده ما که همه چیزی بنده ما میدونم در حقش چیه و چی نیست، منم گناهش بخشیدم. برای همین بعضی حالتها ده حق العبد بخشیش مخلوق بینین که مورد خرسندی خالق قرار میگیره، بنده ها میبخشن خدا خرسند میشه. از حضرت عمر رضی الله تعالی عنه روایت بوده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند: ایما مسلم شهد له 4 نفر بخیر، هر آن مسلمانی که 4 مسلمان او را به نیکی یاد میکنه، ادخله الله الجنه، خدا این بنده را جنت میداره. گفت فقلنا، گفتیم 3 نفر چی باشه چی پیامبر؟ پیامبر گفت 3 نفر هم باشه. 2 نفر چی؟ پیامبر گفت 2 نفر هم باشه. لیکن یک کس نپرسیدیم. معلوم بوده که با 2 کس هم اگر نیکش میگفتیم جای بنده جنت بوده، 3 کس هم به نیکی یادش میکردیم جای این جنت بوده است. امام بازار حدیث روایت کرد از عامر ابن ربیعه خدا راضی باشه این صحابه، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: اذا مات العبد والله یعلم منه الشر فیقول الناس خیرا، بنده از دنیا میگذشته مرد زن، لیکن بدیهاش خدا میدونسته، اما بنده های نیک او را به نیکی یاد میکنند. خداوند بزرگ برای ملائکه ها میگفته است: قد قبیل تو، من قبول کردم شهادت عبادی، شاهدی بنده ها ما علا عبدی در حق بندم، و غفرت له علمی فیه، و علمم همه را میدونستم لیکن بخشیدم شا. چرا؟ برای که بنده ها ای قفاش به نیکی یاد کردن. برای همین برادرای اسلامی هر مرده را از قفاش نیکیش گوی، نیکی مرده را ای قفاش بدیش نگوی، اجمال نیکیش گوی، زیرا اینکه خداوندم به نیکی یادش کنه. امام ترمذی حدیث روایت کرده است از عبدالله بن مسعود، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که من عزا مصابا فله مثل اجره، یعنی که هر انسانی دیگه مصیبت رسیدگی چند قدر، هر انسانی که مصیبتش رسیدگی به اندازه همین مصیبتش عزاداری میکنه خدا اجرش میتیه. یعنی عزاداری چیه؟ یعنی که خنده را کم میکنه، نوشیدنش کم میکنه. در منطقه خمون با مقصد مردم عزادار بود، ریش نمیگریفت، سرش خم بود، یعنی که بر عزاداریش خطی با آرامی همون را مقصد میگیره، همون عزاداریش با صبر و تحمل و انم خیلی غم و اندوه خطی آرام از خدا راضی میگذرانه، به اندازه همون اجر میگرفت است. از حضرت عمرو بن حزم روایت بوده جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که ما من عبد مؤمن یعزی اخاه بمصیبت الا کساه الله من حلل الکرامت یوم القیامت، هر بنده مسلمان در عزاداری بنده مسلمانش مصیبتش تا عزا میگرفته او برابر ده همون مقصد دلخراشی میکرده است و برابر ده همون مقصد زیقی میکرده است که ما هم در مصیبت شریکیم، مگر اینکه پروردگار روز قیامت از همون لباسهای کرامت و حرمت در روز قیامت در این بنده میپوشانده است که در مصیبت بنده مسلمان اینم شریکی کرد و همدردی اونده همدردی کرد، همدردی اونده مقصد اینم غمگین شد، اینم یک قطره 2 قطره از همون اشک ریزاند. خب روایت بوده است، امام ترمذی روایت کرده از حدیث از ابی برزته رضی الله تعالی عنه ان نبی صلی الله علیه و آله قال، پیامبر فرمودند: من عزا ثقلا کسی بردن فی الجنه، هر کسی که در این دنیا در مصیبت برادری مسلمانش مصیبت میگیره و در مصیبت برادری مسلمانش غمگین میشوه و از چارچوبه شرع نمیبرویه و همون خیل مقصد چیکار میکنه؟ غمگین میشه و برادر مسلمانش در مصیبت یک کسی دست دادگی، روز قیامت پروردگار از همون لباس های سلقین جنت میپوشانش.
و امام طبرانی روایت کرده از جابر بن عبدالله که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که هر کسی در غم مسلمانش اعضا میگیره، غمگین میشوه، پروردگار لباس تقوا میپوشانه و صلی علی روحی فی الارواح، در ارواح در حق او دعا میکنه و اون مصیبت که رسیدهشه در انا همون مصیبت برابر برادری مسلمانش مصیبت میگیره و عزا میگیره و یعنی که زیقی میکنه و آرام میشینه، صبر میکنه، تحمل میکنه، پروردگار برای او از لباسهای جنت میپوشانه که در این دنیا هیچ محل این نعمت صاحبی کرده نمیتونست در آخرت صاحبی کرده. چرا سببش؟ برادری مسلمانش مصیبت اعضا داره، این میره خدمتش میکنه و در آن روز پره او میسته و میانش میبنده و در غم و اندوه او شریکی میکنه. الله جل و علا شأنه در قرآن گفت الذین اذا اصابتهم مصیبه، اون کسایی که مصیبت رسید، قالوا گفتن انا لله، ما هر آیین از جانب خداییم و انا الیه راجعون، و سوی او باز میگردیم. اولئک علیهم صلوات من ربهم، برای اینها جانب خدا رحمت است، از جانب خدا نعمت است، از جانب خدا صلوات است و اینها اهل هدایتند. امام طبرانی فرمودن از عبدالله ابن عباس حدیث روایت کردند که همین آیه را خواندند که بر کسی مصیبت رسید میگوید انا لله و انا الیه راجعون، برای اینها از جانب خدا رحمت است، از جانب خدا نعمت است، اینها اهل هدایتند. گفت خدای بزرگ خبر داد ان المؤمن، حقیقتا مؤمن، اذا سلم، تسلیم می شود، لامر الله، در امر و فرمان خدا تسلیم می شود، و رجع فاسترجع عند المصیبه، باز می گردد و در نزد مصیبت استرجاع می گوید انا لله و انا الیه راجعون می گوید، پروردگار 3 خصلت نیک در نامه اعمالش می نویسد. یکم، روی آوردن از جانب خدا در حقش که خدا در این بنده روی می بیاره، رحمت و حقیقت راه هدایت. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن هر مسلمان انا لله و انا الیه راجعون در وقت مصیبت میگوید، پروردگار گناهاش جبران میکند، مصیبتش آسان میکند، آخرتش نیک میکند، و جعل له خلفا یرزاه، از قفای او مردمایی را از آیلش نبیره و مردمایی را به دنیا میبیارد. خداوند که این بنده از اون بنده های قفاش می اومدگی نبیره و مقصد فرزنداش یک عمر روزیه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حدیث روایت میکنه صحابه که پیامبر گفت اعطیت امتی شیئا لم تعته امت من الامم عند المصیبه، برای امتی من خداوند نعمت دادگی است که برای دیگر امت ها اصلا این نعمت نداده است، این نعمت خاصی امتی من است. گفتن یا حضرت او چیست؟ گفت انا لله و انا الیه راجعون. ابن ماجه حدیث از فاطمه بنت حسین روایت میکنه از پدرش که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن من اصیب بمصیبت، هر یکی شما در یک مصیبت آمد، رنج درد و بلا آمد، فذکر مصیبته فاحدث استرجاعا، مصیبت وقت برای شما میگن و شما در حال میگه انا لله و انا الیه راجعون و ان تقادم احدها، همین کار پیشنهاد میکنه و تقدیم میکنه که ما از جانب خدا آمدیم به سوی خدا باز میگردیم، یا ما خلق خداییم به سوی خلق خدا باز میگردیم، کتب الله له من الاجر مثله یوم اصیب، خداوند می نویسد یک اجری را که مثل انمون اجری که در مصیبت بالای سرش آمده. یک مصیبت میبیایم که پگاه میزنی، در حال خداوند همون مصیبت چقدر بزرگ آمده با اندازه مصیبت این کلمه را تو میگی، انم قدر اجر پروردگار در نامه اعمال می نویسد. برای همین یعنی که اسلام برای ما برنامه های بزرگ داره، اسلام برای ما برنامه های کلان داره. یگان چیز نیست که اسلام در او برنامه خودش نداشته باشه، باید ما این برنامه ها را گیریم و این برنامه ها را چیکار کنیم؟ عمل کنیم. یکی از برنامه های مصیبت انمین بوده است که گویم انا لله و انا الیه راجعون.
در دیگر حدیث گوهربارشون رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اشاره کردند که از ابی موسی اشعری انا رسول الله صلی الله علیه و سلم حقیقتا پیامبر گفتند اذا مات ولد العبد، وقتی که یک پسر بچه بنده مسلمان میمرده است، یعنی یک دوسر یکمون بچه یکمون ای مسلمان وقتی دنیا میگذشته است، قال الله پروردگار لملائکته برای ملائکه‌اش امر میکرده است قبضتم ولد عبدی یا ولد عبدی، این فرزند بنده من گرفته قبض کرده؟ فیقولون میگفتن بله. میگفت از قبضتم ثمرة فؤادی، میوه دلش کنده؟ میگفت است بله ملائکه. فماذا قال عبدی، بعد میوه دلش کنده و دلی او را خونسار کرده بندم چخل یافته چی میگه؟ میگوید حمدک و استرجع، الحمدلله میگوید و میگوید انا لله و انا الیه راجعون. فیقول الله تعالی، خدای بزرگ میگفت است ابنوا لعبدی بیتا فی الجنة و سموه بیت الحمد، در جنت برای بندم خانه بنیاد کنه که نام او را خانه الحمد مانه، که این بنده من در مصیبت رسیده این الحمد گفته است. از ام سلمه زوجه جناب پیغمبر روایت حدیث بوده است، گفتن شنیدم جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم که فرمودن ما من عبدین تصیبه مصیبتون، هر بنده ده که مصیبت میرسه میگوید انا لله و انا الیه راجعون، اللهم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منها الا اجره الله تعالی فی مصیبتی. یعنی دعا رو میکرده خدا در این بلا و آفت مصیبت آمدگیش پروردگار اجر میداده است و اخلف له خیرا منه، از خفای این یک دروازه خیر را میکشاده است که پروردگار خانش پر از نور آرامی و تینجی میشد از بعد مصیبت. گفت مادرمان فلما مات ابو سلمه، وقت شوهرم ابو سلمه مرد من گفتم ای المسلمین خیر من ابی سلمتی، کی از کدام مسلمان از ابی سلمه برای من بهتر باشه؟ کی ایو؟ اول بیت هاجر، اولین خانه که ما برای هجرت و سوی مدینه رسول آمدگی بدیم یگان خانه به خاندان برابر میشه و گفت که شوهری من اولین مهاجرین در اسلام ای زمانی که از دنیا گذشتن. وقتی جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این گپ گفتم، جناب پیغمبر گفتن که ولی یک خیر بزرگ از قفای این مصیبت خواند میدرا، صبور باش. بعد از در یک روایت دیگر آمده بوده جناب پیغمبر گفت اذا اصاب احدکم مصیبه، هر یک شما در مصیبت میرسه گویا انا لله و انا الیه راجعون، ما همه خلق خدای مسوی خدا باز میگردیم. اللهم عندك احتسب مصیبتی و اجرنی بها و ابدلنی خیرا منها، یعنی خدای به جای خیر دیگر ته. ام سلمه مادرمان میگه پیامبر گفت که صبر کنو ترجیع گو الحمدلله گو طاقت که خداوند خیری دیگر در خانت میبیاره. بعد ابو سلمه از دنیا رفتن میگه بهترین خیر که جناب پیغمبر آمده من در نکاحشان در آمدم که از این خیر زیاد میشه و برای من هر کسی در مصیبت میرسه صبر کنه، هر کسی در مصیبت میرسه این دعاها را کنه، صبور باشه، کلمه ترجیع گو، از برنامه اسلام نبراید، خدا صدها در خیر دیگر در خانه‌اش کشاده میکنه بعد این مصیبت آمدگی. خدای ما رو برای راست هدایت کنه، از آفات و بلاها ما رو محفوظ دار و عاقبت کاری ما را به خیر، ایمان ما را به سلامت گردان. آمین یا رب العالمین.